در دل کوهستان‌های خاموش سیروان، جایی که تشنگی بر جان وحوش سایه انداخته، مردی از دیار دور با دلی نزدیک آمده تا زندگی را دوباره جاری کند. چند وقتی ایران نه، وقتی آدم ایران چی مکویا قبلا حیوان پرنده فرا داشت کموتری پرنیه وشان برن ناراحت و نتیجه رسیم نیاز عصر ایکویا اول او مقیم کاناداست اما ریشش در خاک سیروان تنیده شده. در مدت زمان کوتاهی که به موطن خود بازگشته با هزینه شخصی و خودروی خودش آمده تا برای پرندگان و حیوانات آب بیاورد. او جاگه و ما 2 ساعت ریا 2 ساعت خاکی ویلا 2 ساعت وولا. ماشاءالله پوشش گیاهی چرمین بی‌نظیره. اولین کارم یسته که جایی که پوشش گیاهی فره هست آتش بردم یا باعث بود که دامنه آتش سوزی گسترده نو. مسیر طولانی بود. آبشخورهایی که با دستان خودش ساخته حالا مأمن حیاتند. پرندگان و جانداران دوباره به این منطقه برگشتند. چوار گده حوض آوره پرنده و حیوانه را درست کردمش 6 متری یکی 8 متری مرتب پر و یه بارتیم. علاوبخش از عشق به کارش و سختی های آن گفت. هزینه فره و ریا کردم هیچ و کار میشه پشیمان رو نیمه.